سلام گندم جان. خوبی؟ چیزی شده؟ فرجه من اینک رو بردارم. نه دیگه تو دست نزن. با چجوری سشوار بکشم؟ خودم برمیدارم. باش برد. چرا من بر ندارم؟ بابا اصل اینک چیه؟ نه اینک معمولیه. خب فقط واسه آفتاب. روش نگهداری اینا خب خیلی مهمه الان. عینک. آره دیگه. خب جان چیکار کنم گندم گفتی جان؟ چیه اینکت؟ معمولیه گندم. اگه اذیتت میکنه در بیارم. نه معمولیه تو سالن نزن چشات درد میگیره اینا. باشه چشم. سشوار میخوای؟ چشم. باران ویدیو رو بگی قبل و بعد سشوار رو. با چی میخوای ویدیو بگیری؟ گوشیمه 14 پرو مکسه. از کجا خریدی؟ هدیه است نمیدونم بچه‌ها بودم برام. یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ من احساس میکنم گوشیت فیکه چون ویدیوت همیشه کیفیت نداره. بعد ببین 14 پرو مکسه. نه خب فرق میکنه. هدیه است دیگه ناراحت نشی چون هدیه است. مثلا یه وقت ممکنه حالا مثلا خواسته باشه ارزونش. اوکی حالا همونه دیگه. یه پیشبند بیار بندازم رو لباسم. نه اوکی من با همون اوکی. یه پیشبند بیار بندازم رو لباسم سشوار بکشم کثیف نشین. پرز مرزا نیاد. آهای حالا مگه لباس چیه برنده؟ من السیه. خیلی معمولیه. خیلی معمولیه. ایسی باید که یه لباس خودگی نیست. علی اینجا سالانته. همه آدم های معروف میان اینجا میرن. ببین نکن گندم. بذار من من سشوارم دوست دارم. میدونم. بذار من سشوارم بکشم. تو خیلی با کلاسی خیلی خفن. ببین من آدمای معروف میان. ببین من بدبخت بیچارم. جان علی من وقت دادم به مش. بذار من سشوارم بکشم گندم. اصلا واقعا ظرفیت اصلا ندارم. اصلا ندارم. خیلی لباس اصله. اقلا من میام اصل. میشه بریم